سرخط خبرهای مهم: انتقاد امامعلی رحمان از اثردزدی عالمان تاجیک. واکنش وزارت کارهای داخلی بر نوار زنی که خود را از بلند آشیانه به پایین پرتافت و ثبت نامزدها به مقام پرزیدنتی ایران آغاز شد. سلام بیننده های عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می‌گردد. امروز جمعه 31 می. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات با اهل علم و معارف بار دیگر از اثردزدی عالمان تاجیک انتقاد نموده تاکید کرد که تا امروز از سوی پایگاه دیسرنت اثردزدی 150 عالم تاجیک فاش شده، دیپلم 7 نفر آنها بی‌اعتبار شده است. او این حرفا را روز 3 می در صحبت با اهل علم و معارف در دوشنبه به زبان آورد. او گفت هرچند اثردزدی عالمان تاجیک از سوی این پایگاه فاش شده است، ولی از طرف کمیسیه اولی اتستاسیونی برای اصلاح وضع و پیشگیری چنین عملهای نامطلوب چاره‌های مؤثر اندیشیده نمی‌شوند. به تاکید وی برعکس حالت‌های حمایت نمودن عالمان اثردوز و رویپوش کردن کردار آنها جای دارند. پایگاه دیسرنت یک نهاد مستقل که موردهای اثردزدی را در رساله‌های عالمان کشورهای پساشوروی تشخیص و نتیجه های آنها را رسانی می کند، در سال 2018 به سنجیدن رساله های نامزدی و دکتری بعضی از عالمان تاجیک آغاز کرد. در میان آنها منصبداران بلندپایه و چهره های سیاسی و اجتماعی زیاد بودند. برخی از آنها را خود امامعلی رحمان به منصب های بلندتر تعیین کرده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به نواری که در آن زن خود را از آشیانه پنجم بینای استقامتی به پایان پرتافته است واکنش کرد. نوار خود را به زمین پرتافتن زن دوام این هفته در شبکه‌های اجتماعی چرخ می‌زد و باعث سر و صداهای گوناگون گردیده بود. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی خبر داده است که حادثه مذکور در شهر کولاب رخ داده است. به اطلاع منبع روز 24 می سال روان، حکایت ماهی رجب علی 25 ساله زاده ناحیه شمس‌الدین شاهین موقتا استقامت کننده شهر کولاب از سبب به میان آمدن مناقشه به خانه مرد 38 ساله ساکن شهر کولاب رفته نامبرده را پیدا نکرده است. سپس به گفته مقامات با مقصد ترساندن او به لب تریزه راهروی آشیانه پنجم برآمده به آن مرد زنگ زده طلب کرده است که به خانه‌اش برگشته با او واخورد. اما هنگام گفتگو حکایت ماه ناگهان لغزیده به بالای دالان آشیانه یکم میافتد. او جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری شده است. فعلا وضع سلامتی او را پزشکان وزنین گفتند. از آن مرد نام بردن نشده است و نظر او هم به این حادثه معلوم نیست. مقامات میگویند سنجش حادثه ادامه دارد. در تاجیکستان خوانندگان صنف‌های 1 از 25 می و صنف‌های بالایی در ماه ایون به تعطیل تابستانه می‌برآیند. تا چند سال پیش در تاجیکستان سال تحصیل مثل زمان شوروی روز 25 می جمع بست می‌شد و زنگ آخر هم در همان روز صدا می‌داد. ولی در سالهای اخیر با تصمیم مقامات مهلت تحصیل در مکتب‌ها تمدید شد و درس‌ها تا به 7 و بعداً 14 ایون ادامه می‌کردند. در نظرسنجی که این نوبت میان ساکنان گذراندیم، از آنها پرسیدیم که فرزندان آنها تعطیل تابستانه را در کجا و در چه شرایطی می‌گذرانند. پاسخ را یک جا می‌بینیم. در تعطیل تابستانه باید معاینه کودک دام گرفتنش در کار. بیرون از مشغولیت‌های مکتبی، آزاد از فکر کنی و یا درسی و چی میشه؟ درس تیار کردن و همین حرکت خیستن و اومدن و خلاصه همین و یا مکتبی در به همین نگروسکه ها گوییم در باید که کودک بسیار هم آزاد باشد. من حتی سپارش دادنی همین تابستانه نمیپسندم. من حتی سپارش نمیتیم. میگم که باید کودک معاینش دام گیرد. خیلی کمک کجا دام میگیرد این از خود کودک وابسته. کجایی که برای او معقولتر است، کجایی که استراحتی او خوبتر میگذرد. ما باید همین چه به نظر گیریم خواهش کودک اولین درجه است. خیلی اگر لاگرای ما شرایطش خوب باشد، لاگرم بد نیست و میتونه اونجا دوستای نو پیدا کند، استراحت کند، بازی های هر خیله گذرد و اینم گنده نیست. خیلی با خانه خیش تبارم رود با دوستی زیادتر میشد، با بوی بی به مهر زیادتر. اما 7 کیلومتر در خانه همیش خانه دارم. هر سال در خانه.
نه اگر میشد روان میکرد کودکان باید تعطیل تابستانه رو در پیش مادرکلان و پدرکلانشان باشند برای اون که در اونجا هوای تازه و قشلاق روند تربیه آدمانی کلانسال رو هم گیرند. با بیبیاشون میروند. حاضره که وضعیت رو ده. Всем мамочкам и папочкам, чтобы дети немножко после школы отдохнули 2 недельки, а потом желательно детишки приходили в образовательные центры, изучали английский, изучали русский. تابستان رو در همینجا در خونه بیبی یا در همینجا خونه بیبی که در همین شهره در خونه بیبی و در همینجا میزگرده هر جا هر خیلی ولی مایده تر ولی قبواری نیست برای لاگردن بوده که مایده تر ولی سینفی دو میرود سینفی سه قد لاگرده باوری ما نیست اینا روزی هر یک اویلا از شرایط و از چیز خودشون میتوانند فرزندان خود رو چی کنند میگم راهی کنند جا که باشه لیکن باید در خونه نشینند باید در تعطیل بیرون از خونه باشند برای اینکه برای عصبی کودک این بسیار فایده هست. بیننده های عزیز شما هم می توانید به ما نویسید فرزندان شما استراحت را چگونه سپری خواهند کرد؟ ثبت نام رسمی نامزدها به مقام پرزیدنتی ایران در انتخابات پیش از مهلت این کشور روز پنجشنبه آغاز شد. به اطلاع رادیوی فردا روند ثبت نام نامزدها تا 5 روز ادامه می‌کند. خبرگزاری رسمی ایرنا اطلاع داد علاقه 25 کس نامزدی خود را به مقام پرزیدنتی ایران که قرار است 28 ایون این سال برگزار شود پیشنهاد کردند ولی نامزدی همه آنها رد شده است. رویخط نهایی نامزدها به مقام پرزیدنتی ایران را 11 ایون شورای نگهبانی کنستیتوسیا که اعضای او تعیین یا از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر روحانی این کشور تصدیق می شود نشر خواهد شد. ابراهیم رئیسی که بسیاری ها او را جایگزین احتمالی رهبر روحانی ایران می دانستند یک چهره جنجالی در میان ایرانیان در خارج و داخل این کشور بود. چرخبالی که ابراهیم رئیسی سوار آن بود روز 19 می هنگام بازگشت از ولایت آذربایجان سرنگون شد. او همراه با امیر حسین عبداللهیان وزیر کارهای خارجه این کشور، رئیس ولایت آذربایجان امام نماز جمعه تبریز و 4 سرنشین چرخبال جان باختند. وزیران امور خارجه 32 کشور نه تا روز 3 می جمع آمدند تا چهارچوب نوی کمک‌های نظامی را به اوکراین بررسی کنند که برای مقاومت با حمله‌های افزاینده روسیه دست و پا می‌زند. نیروهای روسیه که با حمله‌های پیوسته به انشاءات نظامی و غیر نظامی در ولایت شمال شرقی خارکوف پیشروی کردند. نشست غیر رسمی دریزای وزیران ناتو در شهر پراگ پایتخت چخیا صورت می‌گیرد. در این روز در نتیجه حمله‌های ارتش روسیه در 9 ولایت اوکراین انشاءات زیادی آسیب دیدند. در ولایت خارکوف در ضربه موشک‌های روسیه 7 نفر از جمله 6 زن زخمی شدند. خارکوف دومین شهر بزرگ اوکراین که 35 کیلومتر دورتر از مرز روسیه قرار دارد در چند هفته گذشته تحت حمله‌های توپخانه‌ها قرار داشت و ارتش اوکراین که ذخیره‌های اسلحه‌اش تمام می‌شود در مقابله با نیروهای روسیه مشکلی می‌کشد. و در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهیم. می سال 2012 با پیشنهاد پرزیدنت تاجیکستان پارلمان ماده‌های بحث برانگیز تهمت و تحقیر را از کودکس جنایی حذف کرد. تا آن زمان از این ماده برخی مقامداران بر ضد مطبوعات و ژورنالیستان منعقد حکومت زیاد استفاده کردند ولی ماده تحقیر پرزیدنت باقی ماند و این چیز مایه انتقادی سازمان‌های حامی حقوق است. 31 می سال 2002 نظام محبس‌های تاجیکستان از زیر نظر وزارت امور داخلی به اختیار وزارت عدلیه تاجیکستان گذشت. تصمیم مذکور را همچون
талоши беҳбуд бахшидани вазъи зиндонҳо ва ҳифзи ҳуқуқи инсон арзёбӣ карданд, вале бо гузашти вақт маҳз ҳамин интиқодҳо дар тасвири шароити зиндонҳо дубора садо медиҳанд. 31 майро Созмони ҷаҳонии тандурустӣ рӯзи бетамоку эълон кардааст. Як таҳқиқи соли 2016 нишон дод, ки тақрибан ҳар нафари сеюм дар Тоҷикистон сигор мекашанд ва аксари онҳо мардон буданд. Дар Тоҷикистон 2 сол пеш пешниҳод карданд, ки ба хотири мубориза бо тамокукашӣ нархи он боло бурда шавад, вале ин нигаронӣ ҳам садо дод, ки мӯътодони сигор дар ин сурат тарки сигор карда мӯътоди нос мешаванд. бонки миллии хурби асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст: 1000 рубл баробар аст ба 119 сомон, 100 евро ба 1164 сомонӣ ва 100 доллар ба 1076 сомонӣ. бинандаҳои азиз, ин охирин барномаи навиди бомдодӣ дар ҳафтаи равон буд. бароятон истироҳати хуб орзумандам. худо нигаҳбон.